13 اپریل سال روان در قلمرو جمهوری تاجیکستان زمین لرزه به قید گرفته شد. طبق معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ساعت 9:24 زمین جنبی رخ داده. قوه لرزش زمین در مرکزش که در مسافت 160 کیلومتری شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتری شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت. جنبش زمین 5.6 بال را تشکیل داد. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کمیسیه حکومتی تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده در ناحیه تاجیک‌آباد با فعالیت ستاد دائم و عمل کننده از حساب کارمندان و ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد که برای کمک نمودن سفربر کرده شده‌اند از حالت ساکنان ضرر دیده نموده با حالت‌های برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی شناس شدند. در نتیجه این آفات طبیعی در دهه‌های غنیشاب و سفیداب جماعت دهات قلعه لب آب و دهه‌های سری چشمه، بوستان، پلیکلان و انور قلندر و جماعت دهات لنگر شاه ناحیه تاجیک‌آباد خانه‌های استخامتی، بیناهای یاری رسان، مؤسسه‌های تعلیمی و بنگاه‌های طبی ضرر دیدند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان سریع وقت برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی و با منظر زیست تامین نمودن عائله‌های ضرر دیده تدبیرهای مشخصی را عملی می‌نماید. با سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از لحظه‌های اولین رخ دادن زمین جنبی کمیسیه حکومتی تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده به ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفربر گردید. کمیسیه حکومتی عبارت از نمایندگان وزارت و اداره‌های وابسته به حالت‌های فوق‌العاده، ذخیره‌های دولتی، ساختمان، گئولوژی، زمینسازی و گیودزی و مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی به آموزش همه‌جانبه عاقبت‌های زمین جنبی و معین نمودن حجم و نمودهای کمک فوری به مردم ضرر دیده مشغولند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان معلومات آخر را درباره پیامدن زلزله در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد چنین شهر داد. سری که به همه ما شما معلوم است تاریخ 13 اپریل سال 2024 در نتیجه زمین لرزه در یک قسمت جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت، ناحیه رشت و ناحیه تاجیک‌آباد از آفات طبیعی زمین لرزه ضرر دیدند. در نتیجه زمین لرزه در اینجا قسمت زیادی منزل استقامتی شهروندان با پرگی خراب گشته، قسمت دیگر انشاءات‌های رسان ضرر دیدند. در اساس دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت گروه کاری تأسیس داده شده. در گروه کاری وزیران، رئیسان کمیته و نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار برای معین نمودن ضرر آفات طبیعی و باورهای واخوری به شهروندان از آفات‌های طبیعی ضرر دیده آماده بودند. امروز تحت رهبری معاون سروزیر 3 گروه کاری در ناحیه رشت، 3 گروه کاری در ناحیه تاجیک‌آباد عمل نموده تا روزهای نزدیک مقدار معینی پر ضرردگان و قسمان ضرردگان اهالی از آفت‌های طبیعی ضررده معین کرده می شود. در اساس دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت امروز علاقه برای شهروندان از آفت‌های طبیعی ضررده مواد غذایی در ناحیه رشت در انبارها ذخیره کرده شده و همه اهالی مقدار کمک رسانده می شود. این چنین برای ضرردگان خیمه‌های موقتی برای زیست در جایهایشان وصل کرده شده ایستاده‌اند. طبق سفارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان، حجم و راه و واسطه‌های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پسامدهای این آفت طبیعی باید هرچه زودتر معین شده برای برطرف نمودن مشکلات‌های پیش آمده به ساکنان ضرر دیده صورت بخشیده شود. امروز در تالار مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت با مقصد صورت بخشیدن کارهای برطرف نمودن عاقبت‌های زلزله در ناحیه‌های ذکر گردیده ستاد تشکیل کرده شد. از لحظه اول با عمل آمدن این حادثه طبیعی زمین لرزه غمخوری بیوسته از حضور صوب وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علی رحمان بود که برای واخوری با مردم برای برطرف نمودن عقوبت‌های حالت با آمده گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد و با ناحیه رشت سفربر کرده شد و از لحظه اول موادهای عضوخواری، خیمه‌ها و دیگر موادهای ضروری برای ضرردگان آفات طبیعی مهیا کرده شد. از جانب خدمات‌های داخلدار استاد حالت‌های فوق‌العاده جهت برقرار نمودن راه‌های ویران شده، جهت با یاری طبی رساندن به شهروندانی که البته ضرر دیدند کارهای ضروری انجام داده شد. حالت امروزه بسیار کاربری رفته ایستاده است. همه مردم
از این دستگیری از این غمخوری های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بسیار خرسند هستند و در یک جایگی حالت به میان آمده پورا برطرف کرده می شود. در ستاد برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی مسئولین ساختارهای دخلدار وظیفه‌دار شدند تا در مهلت پیش‌بینی‌شده کارهای برقرارسازی انجام داده شود.